آقای دکتر، مقدمه برنامه فقط خطاب به شماست، نه با مقام عظما کار دارم نه حتی با بیننده های محترم. فقط دو چیز تو دنیا که باید نگرانش باشی، اینکه سالمی یا مریضی. اگه سالمی که نگرانی نداره، اگه مریضی دو چیزه که باید نگرانش باشی، میمیری یا زنده میمونی. اگه زنده میمونی که نگرانی نداره، اگه میمیری دو چیزه که باید نگرانش باشی، میری بهشت یا جهنم. اگه میری بهشت که نگرانی نداره، اگه میری جهنم اونجا خودم و همه دوست آشنات هستیم، اصلا جای نگرانی نیست. پس هیچ چیز ارزش نگرانی نداره. آقای دکتر تو چرا پرت و پلا میگی؟ خیلی حالم خوشه تا هم نمک میپاشی با فرغون رو زخم آدم. آقای دکتر اصلا چون میدونم خیلی داغونی اینا رو گفتم، مسئولیت این پرت و پلا به عهده من نیست، به عهده شماست. بینندگان گرامی، الان نظام زیر آواریه که هر کی استراتژیک تر باشه وامونده تر و داغونتره. بفرمایید. های حاضر. تا حرف دهنتو بفهمو. هرچم که داغون باشم از پس مجری برنامه که استراتژیستش خودم باشم برمیام. آقای دکتر جسارتا درخواست میکنم پروتکل مجریگری ما رو رعایت کنین، با کفش نیان رو فرش. یواشی بهت یه چیزی میگم، پند و اندرز، خودت عقل داشته باش بفهم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که بابای رفت تو اتاق پسره گفت جسارتا درخواست میکنم از این به بعد خواستین وارد بشید تو اتاق من در بزنین. بابای گفت چشم، الان میرم بیرون دوباره میام. رفت بیرون و با کمربند اومد تو، پسره رو کبود کرد ولی دمش کرد قبلش در زد، پروتکل رو رعایت کرد. روشن شد یا برم بیرون دوباره بیام برات با پروتکل. میخوام بگم که الان تو از من داغونتری، اگه نمیفهمی برو یه فکری به حال روز خودت بکن. حالا من داغون چی گیر تو میاد؟ چرا دعوا کنیم که کی داغون تره؟ چی گیر مقام عظما میاد؟ پیام حرف شما اینه که نرم سر سال اول در مورد موضع‌گیری‌های اخیر وزیر خارجه آمریکا. قرار بود با برجام دنیا بیاد پشت ما، ولی هر چی نگاه کردیم دید دنیا نشست رو پشت ما یا اصلا خراب شد رو سرمون. آی دکتر اونا از برجام خارج شدن، حیوانکی مقام عظما به این روز افتاد. از روز خروج از برجام همینطور شد آی دکتر. نه خیر از قبل‌ترشه، ولی خب برش کن، بحثش میکشه به جای باریک ناجور. برو اینجا بالکل توقف ممنوعه. آی دکتر وضع طوری شده که همه جا توقف ممنوعه. از این داستان تلخ میذارم میرم یه داستان تلخ دیگه به اسم FATF، گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی. آره این داستان آخری خیلی آسانسوری ناجوری بود. اولش گفتی برای جنازه ما رد بشن که FATF امضا کنیم براشون، بعد کم کم کوتاه اومدن‌ها شروع شد و از جنازه رد شدن. آخرش یا اونجایی که ما فکر میکردیم قرار آخرش باشه، همون روزی که برجام داشت پاره میشد بدو 3 تا امضا پشت سر هم که شاید تحویلمون بگیرن، دلشون بسوزه. کشک هم بارمون نکردن. حالا دیگه چرا؟ دوباره تو مجلس جلسه غیر علنی و جنگ و دعوا. ما که گفته بودیم برجام و آتیش میزنیم، الان باید لایحه خروج از NPT میبردیم تو مجلس، نه این خفت و خاری قبول FATF. هنوزم دیر نشده، وقتشه که مقام عظما وارد بشه و با یه فتوای سنگین مسئله رو حل و فصل کنه، بگه بی خیال برجام و NPT و FATF و گور پدر هرچی از اسم خارجی که من بلد نیستم اصلا. دیدی گفتم که تو حالا روزت از من داغونتره. درست میگفتم. فتوا رو بده که مثلا کی گوش کنه. چرا نمیفهمی که ایشون دیگه نمیتونه نقش لولو خورخوران هم درست بازی کنه؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مادره با بچهش رفتن فروشگاه، بچه هر چی میدید میگم میخوام. مادره به فروشنده یه اشاره کرد که بگو اینا فروشی نیست. بعد به بچه گفت عمو میگه که اینا رو نمیفروشه. بچه هم نه گذاشت نه برداشت، گفت عمو غلط کرده، شکر اضافی خورده که نمیفروشه. روشن شد یا بازم از این اسرار داخلی نظام در مورد عظما لو بدم؟ آره دکتر یه سوال شخصی تاکتیکی. تو مجلسی که موزه لوور رو با 3 بار تقلب رسوندن نمیتونن تلفظ کنن، این FATF و NPT و
IAEA و چطوری سر در میارن که چی هست اینا؟ مگه از چیزای فارسی سر در میارن که از این یکی ها سر در نیارن؟ مجلس که جای سر در آوردن نیست که، جای چرت زدن و سلفی گرفتن و اینجور چیزاست. مشنگه به تعمیرکار ماشین گفتش که این تنظیم بادمجانی که رو تابلو نوشتین چیه؟ برای ماشین منم لازمه. تعمیرکار نگاه کرد، دید تنظیم باد مجانی رو میگه. دیگه بحث نکرد، گفت شما بفرمایید مهمون من، تنظیم بادمجانی رو براتون انجام دادم. دکتر نمیشه بعد از پاره شدن برجام و این همه موضع‌گیری های تند و تیز از اروپا بخوام که سپر بلای ما بشه؟ فعلا که دارن مسخرمون میکنن، میگن که ما به شما تعهد میدیم ولی تضمین نمیدیم. به خاطر همینم هست که دیگه از اون لبخندای مکش مرگمای ظریف هم خبری نیست. اتفاقا سوال بعدیم همین بود، چرا این همه زاری و بدبختی چه خبر شده؟ اوسما که هستش. سربسته بهت میگم فهمش به عهده خودت. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که مشنگه مرغش مرد، گریه میکرد چجور، دوستش اومد بهش گفت چه خبره؟ من بابام که مرد اینقدر گریه نکردم. مشنگه گفت مگه بابا تخم میذاشت؟ روشن شد یا به فرق اروپا و عظما رو دوباره توضیح بدم؟ آره دکتر، این وضعیتی که شما از موقعیت نظام ترسیم کردین بیشتر از اونیه که تو صحبت مقامات نظام به چشم میخوره. شما سیاه‌نمایی میکنین یا اونا سفید سازی میکنن؟ اگه بعد از این همه موجیگری استراتژیکی جواب اینا نمیفهمی، بهتره بری دنبال یه شغل دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو رفت توی شرکت بزرگی شریک بشه، ازش پرسیدن که وضع مالیتون چطوره؟ طرف گفت توپ محشره. گفتن سطح تحصیلات؟ گفت تحصیلات عالیه، 2 تا دکترا. دوباره پرسیدن موقعیت خانوادگی؟ گفت بی‌نظیر. پرسیدن که شغل قبلیتون چی بوده؟ گفت البته از کار کردن همیشه بی‌نیاز بودم ولی بیشتر به عنوان علاقه تو کار تجارت بین‌المللی هستم. گفتن اخلاقتون چطوریه؟ گفت الگوی خوشخلقی. خلاصه از این همه محسنات طرف همه داشتن صفا میکردن، قند تو دلشون آب میشد. رو کردن به وکیل طرف و گفتن ایشون یعنی واقعا هیچ عیبی نداره؟ وکیل گفت والا یه عیب کوچیک داره، اونم اینه که خیلی دروغ میگه. آیا دکتر شما یعنی میخواین بگید که الان مقام عظما و همه مسئولین نظام دارن سر این اوضاع دروغ میگن؟ اگه میتونستن با دروغ هم جمع و جورش بکنن که خوب بود. الان دارن خودشون رو میکشن، کسی هم کشک حساب نمیکنه. آخه شما این وسط چه کاره؟